بعضی از عزیزان فکر میکنن که زنگ موبایلشون رو قرآن بذارن خیلی کار خوبیه، ثواب داره. اصلا ثواب نداره، گناه هم داره. زنگ موبایلشون آیات قرآن گذاشته، تا زنگ زدید بلافاصله قرآن میخونه. خیلی اشتباس. بعضی موسیقی های تون میذارن، اون اشتباس، این یکی هم اشتباس. چرا اشتباس؟ چون خداوند گفته اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگر قرآن تلاوت شد پیش تو، گوش بده و ساکت باش. خب حالا تو زنگ زدید، 3 بار زنگ زدید، آیه داره میخونه، طرف گوشی رو برداشت، تق چه کلام خدا رو قطع میکنه. یعنی من وقتی دست میذارم که زنگ موبایل تو قرآنه، تا دست گذاشتم چه رو زنگ قرآن رو قطع میکنم.